با افتخار پهلوان چکچکی خوب چکچکی بلند بکنید دوستان. اینجا ولسوالی فیروز نصیر از جای قهرمان است که یک گوساله سی جوال صدا کرده یا پایین یک گوساله از طرف نجیب الله قهرمان اعلان میشه در صنف اول 500 افغان جایزه هم دارد. شروع کنیم بخیر. واردار دیگه زمینگیر باشی واردار. اینجا ولسوالی فیروز نصیر است. اینجا جای قهرمان است برای رهبریت حاجی زاهر و نجیب الله قهرمان بسکش آقا شد کوتر دیگه پهلوان دوستان زمینگیر باشی وارداریم بخیر. 500 افغانی جایزه هم اعلان شده. تشکر خاص میکنم از معلم صاحب نقبلا که ما رو دعوت کرده در این بسکش بتونم خدمت شما عزیزان را بکنم انشاءالله و رحمان. واردار 500 افغانی جایزه داره. بچه اسکندر موتر فروش هم خوش آمدید میگم. سلیمان پهلوان کتی از خوش آمده. کجاست عبدالوهاب خوستی پس خدا بلایت بگیرم. 500 افغان جایزه از طرفی نجیب الله پهلوان اعلان شده. رئیس صاحب فدراسیون سیاده کتی چاپاندازان و مالکای اسب و اندیولاش خوش آمده خیر مقدم میگم. همچنان ولسوالی خلمه عبداللطیفان رئیس خوشماله را هم خوش آمده و خیر مقدم میگم. خوش آمده این صفا بودید. اولین گوساله از طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده 500 افغانی و خیلی سخت است از زمین گرفتن به نظر که چاپاندازها همه کوشش میکنه. پهلوانان دور و نزدیک داشته باشد. گوساله توسط کدام پهلوان است که بلایت بگیرم؟ خوشماله را چاپاندازاش خیلی پنجه فولادی است. از بیرق دور بتین 500 افغانی جایزه هم اعلان شده از طرف نجیب الله پهلوان. از بیرق دور بتین. آفرین پهلوان سرخانسوار. از کاری خوشموله است. یک از خوشموله است اما عاشق بگوید عتیق الله پهلوان است. به نظر که گوساله جور است. عتیق الله پهلوان است. خوشموله است. اولی گوساله را عتیق الله پهلوان که 500 افغانی جایزه از طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده. چی میگه که میدان شمال داره؟ شمال کو یک شمال کلان که جایزه 500 افغانی هم اعلان شده از طرف نجیب الله پهلوان. شمال بکو عتیق الله پهلوان زور خود را که زد و نصیب نشد برایش. رحیم الله بیجه رحیم الله جان یک دیگه بلای بگیرم. گوساله سرگردان است به دستان پهلوانا که یکش علاودین پهلوان است. 50 خیلی فولادی است و 500 افغانی موگامبو است. برایت بگیریم. موگامبو هم خود بند کرده دیگه. چی رقم بند کرده؟ میتو بند کرده که 500 افغانی جایزه نجیب الله پهلوان کی میتونه بگیره اصلا خود بکنه. خوش آمدین صفا بردین. انشالله که بسکشی خوب جالب دیدنی. موگامبو کتی علاودین پهلوان خود علاودین پهلوان است. احتیاط کنید که نظر شد بچه نظر شد علاودین پهلوان است. بتونه کتی قریش این گوساله را به جور برسونه که جایزه 500 افغانی هم اعلان شده از طرف نجیب الله پهلوان. علاودین پهلوان جلو ورکه جلو علاودین جان بلایت بگیرم بشی مرحوم دیوانه بای جلو بزن بلایت بگیرم. بدون کمکم تو در تنهایی بیار بلایت بگیرم. کمک محمد نخوایم تو دم زورت بیار. دیوانه علاودینه اسب برف کش باشه بلایت بگیرم. ماماتی سیک ماماتی رهی که سلام ماماتی اسب برف کش اسکرخان آسیاباتی را میتپانه. 500 افغانی اولین جایزه که از طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده. در اون پهلوانی که گوساله را به طور قانونی به دایره حلال برسانه مستحق جایزه شناخته میشه. شکر پهلوان هم شیر پیر آمده. خوش آمدی و خیر مقدم میگم. نزدیکای چور از گوساله هنوزم به دستان پنجه آینی علاودین پهلوان است که نمیمانن علاودین پهلوان را سوخ رسان. سمر پهلوان است به سواری از حاجی صاحب صلاحالدین. سمر پهلوان است. 600 افغانی شده. 700 میره بالا در 6000 میرسه.
بلایت بگیرم هر پهلوانی که ای گساله خاش فاول است خاش زین و چلوکش و خاش زین فاول است خاش فاول است مردار قول است 600 افغان جایزه طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده خاش زین نکنین پهلوان ها هم از پاور میکنین 600 افغانی شده 600 افغانی میره بالا از طرف نجیب الله پهلوان اولین گساله اعلان شده هر گساله تان چکید 100 بالا میره بلایت بگیریم پهلوان ها خوب کش از نام خدا معلم صاحب نقیب الله بهترین کش است در هیچ جای رقم کش نیست عبدالوهاب خوستی و سمر پهلوان است بلایت بگیرم 600 افغانی است مهاجر است مهاجر پهلوان است مهاجر پهلوان اسب سید آقا بای از خوب اسب داره سید آقا بای بلایش بگیرم دستمانگانم از پای مونسوالی فیروز نقشر او روز خوب جلو را گرفت 15 دلار شده 15 دلار جایزه هر پهلوانی که گساله را به جور میرسن از طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده 15 دلار است 15 دلار کدام پهلوان میتونه از آن خود بکنه پهلوانای سمنگان از فیروز نقشیر از خوشموله از سیاد از ولسوالی خلم از این گساله خیلی جنجالی شده کشک بلایت بگیرم اینه به تو مخلص قماندان است و مگمبو است مگمبو مگمبو رسه که کشک بلایت بگیرم این خاکمات کردی بلایت بگیرم 15 دلار جایزه از طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده 15 دلار 15 دلار از طرف خود مگمبو عبدالقدیر مگمبو است هی کی میمانه دیگه پهلوانا که مگمبو صاحب گساله شود وای گساله 4 پاچه است سلیمان است سلیمان جان است سلیمان پهلوان است 16 دلار شده از 15 رسیده 16 اوه یک تعداد از پا تازه آمد به نظر که از سیاد است از قریه سیاد آمد چوباندازهای سیاد در رهبری قاری صاحب شجاب الدین خوش آمدی و خیر مقدم میگم گساله برداشته شده که در دستان دلبرشاه پهلوان سرخانسوار است قهرمانم از 16 دلار جایزه از طرف نجیب الله پهلوان که دلبرشاه پهلوان گرفته بتانه دلبرشاه پهلوان که سرخون خودش خود دلبرشاه جلو زده میامد مثل پلنگ شیر و دلبرشاه از جور ترشی که بلایت بگیریم مکم که دلبرشاه 17 دلار شده 17 دلار نظر به قمانده نجیب الله پهلوان اولین گساله این بازی ما یک ساعت است که همه تو در جار و جنجال است ماشاءالله ایره میگن کش و فش است ایره میگن پهلوانای غیور خوشتقیم است که نام خدا هی بلایت بگیرم 17 دلار شده جعفر تکان است که دلبرشاه جعفر تکان است جعفر بلایت بگیرم قشقسوا هی گساله خودی در زمین است 18 دلار شده 18 دلار برابر زمین گیر باشه عبدالوهاب سری گساله است 18 دلار است جایزه نجیب الله پهلوان اولین جایزه 18 دلار است 18 دلار است پیسه حلال بسیار و زحمت کشیده گرفته دیگه نجیب الله پهلوان یک آسانی جور نمیشه 18 دلار مکمل 18 دلار اولین جایزه که از طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده گساله سرگردان از میان دستان پهلوانان غیور فالتازی نکنین سر کس هر کس در خودش شای کنه قاش زین جلو کش مالا پهلوان ما مزاقی است و بلایتان بگیرم فالتازی نکنین قاش زین نکنین جلو کش نکنین این قانون بسکش است هر کس بتانه در زور خودش در زور بازوی خود در زور اسب خود ببره 18 دلار مکمل 19 دلار 20 دلار شده 20 دلار بلایتان بگیرم خوب پهلوانی که 20 دلار نجیب الله پهلوان رو بگیرم او بلایت بگیرم عبدالوهاب است خوستی است در سرخونی حاجی صابر از بلایت بگیرم عبدالوهاب خوستی اینو میتونی جیتی زمینی را چی رقم داره جیتی زمینی را عبدالوهاب خوستی اولی گساله را میرسونه عبدالوهاب است چی رقم جلو میذاری عبدالوهاب خوستی چی سرخونی 20 دلار
جوری نماز 21 شده 22 دلار برابر است که کوزش برابر شد 22 دلار است از طرف نجیب الله پهلوان اولین گوساله 1.5 ساعت است که تجار جنجال است این گوساله بالای تو بگیرم 22 دلار جایزه کمی نیست این اولم جوری اولم کم از آخر نیست هر دوش برابر است آخر الله کتی گوساله اول هر دوش یک رقم است هنوزم گوساله سرگردانان میانید دستانه این پهلوان ها خودی عبدالوهاب است خودی عبدالوهاب خوستی است جوری ننگی است میگه نجیب الله پهلوان میگه که جوری ننگی هم هست 22 دلار و 23 دلار شده 23 دلار بلای تو بگیرم اینه تو پهلوان باشه با صدقه ای پهلوان با قربان امی تو آدم ها با صدقه ای چاپندازای غیور که امی تو هر کدامش دم خودش کش میکنه قهرمانی میکنه اسبای خوب دارن اخلاق خوب دارن اخلاق ورزشی دارن خب چاپنداز از این پهلوان ها که خودش ای نه کدام پهلوان است اما تو میان نام خدا به نظر که برکت الله پهلوان برکت الله پهلوان جوان به سواریاس به به سواریاس به آج قاسم باید برکت الله پهلوان نام خدا برکت الله پهلوان به سواریاس به خودشان به سواریاس به آج قاسم بای ماشاءالله یه اسمامو تو دورم میخوره فقط موتر 2018 وری ولای تا بگیرم برکت الله پهلوان تو پتان خدا محکم میکنی بالایی است اما تو بیا چی روزه که شرکاسی چی رو بیا 24 دلار برابر از برکت الله پهلوان به سواریاس به آج قاسم بای پدره چی میگه پهلوان چی میگه حکم میدان نوادارین حکم های میدان برکت الله پهلوان چی بود؟ چی شد؟ گوساله نشده پهلوان پرتا میشه دیوار شکنه وچه اینه بیتو واردار که 24 دلار برابر است 25 دلار از اکرمی نجیب هر کسی کمال خودش فعلا علاوه پهلوان وارداشته گوساله را 25 دلار برابر گوساله اولین گوساله ننگی ولسوالی فریدکتر علاوه پهلوان چی میگه کمی میدان یک چکچک افتخاری اولین گوساله ننگی ولسوالی فریدکتر علاوه پهلوان تو در مرحوم دیوانه بای بسواری است که مرحوم دیوانه بای توانست که 25 دلار جایزه را از طرف نجیب الله قهرمان علاوه پهلوان گوساله ننگی را از آن خود کرده تبریک باشه علاوه پهلوان برادراش تبریک اولین گوساله ننگی را علاوه پهلوان بسواری اسب محترم مرحوم دیوانه بای پهلوان توانست که از آن خود بکنه و جایزه 25 دلاری نجیب پهلوان از آن خود کرد پارتو همی جوالای تبیگرم تا بیرت دومین جایزم بیار بخیر جور از دیگه بازم از طرف نجیب الله پهلوان است از 10 دلار شروع میشه از 10 دلار شروعش آغازش بازم از طرف نجیب الله پهلوان به خاطر افتخاری که برادرش جور گیره و اسب پدرش یک جور دیگه هم اعلام میکنه نجیب الله قهرمان از 10 دلار شروع میشه گوساله ننگیره با کمالای خودش علاوالدین پهلوان نوجوان برادر نجیب پهلوان برادر قهرمان جیگ و جیگ صفت الله پهلوان و همچنان دیوار شکنال این تو قایم از دستای چاپندازای مخلص خماندان این جیله نمیتونه این تو نکنی نشمو سیاد کو چاپندازای سیاد شیرهای سیاد کجاست پهلوانای سیاد این نجیب پهلوان از پسوار شد این حال بزکشی نظر حکمیت آجی ظاهر فیروزنقچی و نجیب پهلوان همیشه شروع میشه و پهلوان ها کوشش کنین دیگه بخیر اولین جرم مکابو از 10 دلار شروع از دیگه خراب نکنه اسب بزن اولا این اینجا رو ببین
از $10 شروع میشه. جایزه‌اش از طرف نجیب الله پهلوان است به خاطر افتخار اسب مرحوم دیوانوای پدرش که اولین گساله ننگی را گرفت و از $10 شروع میشه. پهلوان باشی، قاشزین نکن، فوتازین نکنین، احترامانه خواهش میکنه. این حکمای میدان و از $10 شروع میشه. یک بار دیگه همه میمانان عزیزمان را خوش آمد خیر مقدم میگم. همچنان مجاهدین امارات اسلامی افغانستان. ای ماشاءالله مثل شیر می از با کدام پهلوان باشه که به نظر که پهلوانان قریه قشموله باشه که $10 جایزه اعلان شده از طرف قهرمان نجیب الله. از سیاد است، پهلوانان سیاد است. بچه ها همین نزدیکی ما بودین از من راپور بدین که ما شناسایی کرده نمیتونم. پهلوانان سیاد تمیم پهلوان سیادی است. تمیم پهلوان سیادی است. بلای تو بگیرم از قریه سیاد آمده این بچه مثل شیر جلو میزنه. آفرین تمیم پهلوان سیادی. نزدیکی جرسی بلای تو بگیرم تمیم پهلوان. نزدیک جربت آجی و عبدالوحید قهرمان از مرکز خوش شده کتش. تمیم پهلوان همون که $10 جایزه گیران شده. $11 شد. اینمی تو بالا میره تا $110 میره بالا. همون تو $11 از فعلا. گسالت از زمین چکید بازم بالا میره. هنوزم تمیم پهلوان است. خود تمیم پهلوان است. خود تمیم پهلوان سیادی بالای تو بگیرم. $11 برابر است که تمیم پهلوان است. بالای تو بگیرم از قریه سیاد است تمیم پهلوان. بس اوریت نو خرید خودش است از سیاد. افتخار مردم سیاد و قریه سیاد. این تمیم پهلوان سیادی. اسب نوش ماشاءالله خوب میگرده. اینو میتونه تارگت بالای تو بگیرم. بزن جلو که نزدیک کسی. سمت چپی تو بگی بالای تو بگیرم تمیم جان. 5 دقیقه 6 دقیقه شد که در دستش نوشی جان تمیم جان خوب پنجای فولادی هم دارد. $12 جایزه از طرف نجیب الله پهلوان دومین گساله امروز ما. بالای تو بگیرم. هی تمیم جان هنوزم تمیم خوب تاکمی مکان داره. جلو بزن تمیم جان سیادی بالای تو بگیرم. اینمی تو باشه بچه باشه اینمی تو بچه. پهلوان باشه اینمی تو شیر باشه. از پیش ما میتونم رو زدنی از نام خدا. نام خدا. پهلوانی سیادی است. تمیم پهلوانی نوجوان است. چی دستایی داره که 15 دقیقه از دستایش است. کتی چند نفر خوش دوباره کنده. این تمیم پهلوان دستایش گیراز ماشاءالله گیراز مثل اسکرون جواری خیلی محکم بود. بالاخره خودش انداخته زمین. $13 برابر شد که گساله چکیده. او بردار. آفرین تمیم جان. بلکه بگیریم تمیم جان. آفرین. ما میگیم افتخار قریه سیاد خودت هستی. دیگه پهلوان دیگه پالیت از اونا هست. جانوازی 1000 افغانی جایزه از طرف 2000 افغانی جایزه از طرف نجیب الله پهلوان در تمیم پهلوان به خاطر اون نمایش که خوب تاخت تاز کرد. مهاجر پهلوان است. فعلا مهاجر پهلوان است. مهاجر است. ببینیم که مهاجر چی میکنه. آفرین مهاجر جلو بزن بالای تو بگیرم. جلو بزن. از به هر کسی از که زیر پایت خوب میگرده ماشاءالله. مهاجر است که جایزه‌ش هم $13-14 برابر است از طرف نجیب الله پهلوان است. تمیم پهلوان سیادی خوب اون نمای خود را کرد. که چند نفر پوش شد و 2000 افغانی جایزه نجیب پهلوان از آن خود کرد. پهلوان سیادی و گساله هنوزم به دستان مهاجر پهلوان است. $15 است. $15 برابر است طرف نجیب الله پهلوان است. $15 برابر است. $15 هنوزم مهاجر است. همه تو باشه. نام خدا هنوزم مهاجر پهلوان است. $16 برابر مهاجر پهلوان است. ای بالای تو بگیریم مهاجر پهلوان. خالد گساله کال دیده زمین از زمین گیر باشه ورده بخیر که $16 برابر است طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده. هر پهلوانی که بتونه گساله را از آن خود بکنه. حضرت پهلوان سیادی است. حضرت پهلوان است. حضرت پهلوان است. قریه سیاد است. حضرت جان است. بتونه حضرت پهلوانی گساله را از آن خود بکنه. حضرت جان است. حضرت پهلوان سیادی است. سیادی ها توفان کردن توفان. حضرت خودی حضرت پهلوان. ای بالای تو بگیرم یک چکچکی افتخاری. حضرت پهلوان
شیربچه سیادت نام خدا کتی بسیاری اسب خودش توان دومینگو ساله امروز ما را به جرم رساندن مستحق جایزه $15 از طرف نجیب اللهی پهلوان اعلان شد. تبریک باشد در کل سیاریات. این گوساله از طرف محترم حاجی صاحب ظاهر فیروز نقشی از گوساله از $10 شروع میشه تا $100 میرسه. چکیدش میره بالا از طرف نجیب الله پهلوان از گوساله. ملای بگیرم $10 جایزه است. فهیم پهلوان فهیم پهلوان است. خوشمولایی فهیم پهلوان خوشمولایی جایزش از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی است. معاون فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان اعلان شده از $10 شروع میشه از جایزه حاجی ظاهر فیروز نقشی از $10 میره بالا تا $100 میرسه نظر مقامنده نجیب پهلوان. گوساله شکل $11 است از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی. ای بلای بگیرم حضرت پهلوان تخت تاج خود را کرد افتخار آورد به مردم سیاد به قریه سیاد به جوانای سیاد. گوساله قاضی $12 از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی اعلان شده. هر پهلوانی که بتونه گوساله را به جور برسانه زمین گیر باشی پرت دیگه کی بتونه این گوساله را زمین وارداره. $12 جایزه از طرف محترم حاجی ظاهر فیروز نقشی معاون فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان و ولسوالی فیروز نقشی اعلان شده. $12 است. $13 شد. $13 است. $13 گوساله سرگردان در تقدیم پهلوانا هست. چارپاچه از گوساله ببینیم که نصیب کدام پهلوان میشه این گوساله چارپاچه. هی برادروار بتازین برادروار پهلوان نجیب میگه برادروار بتازین کاشزین نکنین. شیر پیرم خدا چسبونده شیر پیر است. شیر پیرم خدا چسبونده این چهره حاجی محمد دیوار شکن قهرمان افغانستان مسئول بلا تمرین شکر پهلوان شیر پیر بسواری اسب محترم شکر پهلوان بسواری اسب محترم حاجی لطیف بای است. شکر پهلوان شیر پیر بسواری اسب حاجی لطیف بای بلای بگیرم. شکر پهلوان خوبم تو شمال تو $15 از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی $15 شد. از $10 رسیده $15. اینی بیتو شکر پهلوان شیر پیر ولایت سمنگان است. $15 است بسواری اسب محترم عبداللطیف بای چی جلوایی میزنه. جعفر تکانم خدا گریب اما نه شکر پهلوان تکتیکای خاص خود را انجام میده. شیر پیر شیر پیر از بامرز این پهلوان چی میگه کمی میدان یا چچک افتخاری تا بابر در شیر پیر شکر پهلوان از مرکز ولایت سمنگان بسواری اسب محترم عبداللطیف بای از ولسوالی فیروز نقشی این شیر پیر چچک کنید افتخاری خودش $15 جایزه از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی را سیمی گوساله بود. شکر پهلوان شیر پیر ولایت سمنگان بسواری اسب عبداللطیف بای فیروز نقشی را از آن خود که تبریک باشه. جوری بعدی هم از $10 شروع میشه از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی معاون فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان. سیسی حاجی لطیف بای بیا سیسی حاجی لطیف بای بیا بالای بگیرم. گوساله به مقصد رسید. شیر پیر زور خود زد و گوساله اعلان شد. از بیرق دار بدین که $10 جایزه از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی. تبریک باشد در حاجی صابر بای در عبداللطیف بای که اسبشان جوره گرفت از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی از $10 شروع که کدام پهلوان بود. وای خدا جانه خدای کل پهلوان بود. وای چه مواری بدی بوده. این بچه از خوشموله بوده. شمال کلان دوره کلان $11 شده از طرف حاجی ظاهر فیروز نقشی. $12 که بیدری کش شود خاشزین فول است جلوکش فول است مردار پهلوانا را قول است.
تبریک باشه جوری شکر پهلوان. چهارمین گل هم $12 جایزش که میرسد از $100 از طرف حاجی زاهد فیروزدرچی معاون فدراسیون بوسکشی ولایت سمنگان و ولسوالی فیروزدرچی. بچسبین دیگه بالایتون رو بگیریم بچسبین. قهرمان جیگ به جیگ نیستی کجاستی؟ عبدالوهاب پهلوان گوره است. تشکر از رسانه ها که از ولایت سمنگان تشریف آوردن. یک دنیا ممنون از اینا، از بلخ آمدن، از خود ولسوالی، از هر جایی که آمدن. اینا را خوش آمدید میگم. بسکشیتان را طور قانونی اینا فیلم برداری میکنم و در یوتیوب هم میگذارم. بعدش جورا را ببینید. قاری سویسان الله و عبدالامیر جان نورالله امین جان خوش آمدی، خیر مقدم میگم تو رام حکت کامرا میناد. اینالی گسالتت استوانی کدام پهلوان است؟ عبدالوهاب خوشی. دیگهشم جمشید بکسر است. عبدالوهاب خوشی و جمشید بکسر است. حالا بگیرم یکیش از سیار است. بلای تا بگیرم میگم اینی می تو خوش تکیم که جایزهش هم $13 جا سر واجد زایر فیروزدرچی. سیمین گساله را شکر پهلوان شریفی بسواری. اسب محترم عبداللطیف بای برادر حاجی صاحب صابر بای از آن خود کرد که چهار میشم. ای بلای تا بگیریم گورس و اسب بفکوش اسکر خانه صابردی است. مماتی سلامتی گورا بسواری اسب برفکوشی اسکر خانه صابردی. چگه خمجیلوانه میزنه باستانی هم چون نمیکنه تا چند قلم نبوره. اسب برفکوشی پیشبنداری اسکر خانه صابردی است که صلاح‌الدین مماتی گوره کسی که همیشه تاخته و ساخته ای یوان جلودار بچه دیوانه بای. ای آخر گیری سر پولم همی پهلوان است. کی نفر جلو میزنی که صلاحی در گوش شیزایی بحث بیایا. ای صلاح‌الدین گوره چک چک رو میدانه. اینی رو میگن که بین مایه امی تو گفته ایش توش لبازات امی داخل مایه انداختی خوب یک چک چک بکنین. امی صلاح‌الدین پهلوان آخر گیری سر پول بسواری اسبی برفکوش اسکر خانه سیاباتی چهارمین گساله امروز ما را بطوری الله رسانه مستحقی جایزه $15 از طرف حاجی زاهد فیروزدرچی صلاح‌الدین مماتی شناخته شد. تبریک باشد اسکر خان آسیاباتی. میرسد جوری قهرمان جیگ به جیگ صفت الله پهلوان. این جوره پنجمین جوره اعلام میکنم از طرف صفت الله پهلوان. هر کسی که از بیرق دور میده و به جور میرسونه از طرف صفت الله پهلوان قهرمان جیگ به جیگ از $10 شروع. حاجی نصری حاجی نصری ایجا بر این جوره جایزه از طرف صفت الله قهرمان جیگ به جیگ از $10 تا $200 بالا میره که یک شطور هم توانسته که سری پول از آن خود بکنه. تبریک باشه میگم تبریک باشه صفت الله پهلوان. پنجمین جوری اعلان از طرف صفت الله پهلوان از $10 تا $200 میرسه. چکیدش میره بالا. معلومه کسی که جول بده قلم نیست. محترم حاجی نصیری رام خوش آمدید میگم. یکی از اسبدارا و مالکای اسب سابقه دوره ولسوالی فیروزدرچی خوش آمدید و خیر مقدم میگم. قهرمان جیگ به جیگ جورش اعلان میشه از $10 شروع. محترم رئیس شیرجان خوش آمدی و خیر مقدم میگم. یکی از پایه های مالکان اسب قدیم و قدیمی ولسوالی فیروزدرچی همچنان خلیفه نعیم و کسایی که از کارگل پهلوان کجاست که اسب نوام خریده معلوم نیست. بیا بخیر اینا $10 محمود پهلوان سرخوزور است. محمود پهلوان $10 که اعلان شده از آن خود میکنه. $11 شده $11 جایزه که از طرف صفت الله پهلوان قهرمان جیگ به جیگ افغانستان بچه دیوانه و اعلان شده $12 است که برادرش معلم صدق الله قمانده میکنه و ما به شما ابلاغ میکنم. باز خود محمود پهلوان سرخون سوار است. بلای تا بگیریم محمود جان. بلای تا بگیریم محمود پهلوان از سیار از این محمود پهلوان سیادی ها توفون کردن
وای قریه سیاد یک تک از قندلوان بلای بگیرم وای محمود پهلوان سرخون ای اشسن محمود پهلوان مکم بغلا بیلنگ قولنگی مکم بغلا پاس کرده در رفیقش جاوید پهلوان به جاوید پهلوان پاس کرده جاوید پهلوان جاوید پهلوان به چی دیوانه بای میتونه جاوید پهلوان جایزه $13 از طرف قهرمان جیگ به جیگ جاوید پهلوان برادر حاجی محمد پهلوان است میتونه حاجی محمد مزاحمت میکنن نمیمونه حاجی محمد دیوار شکه که جاوید پهلوان ببره گسلره آفرین حاجی محمد یعنی میتونه کش کنین اینه میتونه قاشزین نکنین که فاول از مردان قولا $14 برابر از طرف صفت الله پهلوان قهرمان جیگ به جیگ پیش از اینکه نمایدان بشینیم $1000 جایزه را از قهرمان خودم گرفتم گفتم و نقششم و چی میگه کمی میدان یک چک بکنید این نوجوان است این بیناست دیگه بعد از حاجی محمد تو پهلوان های دیگه ولسوالی فریز نفسین جاوید پهلوان جوان است که پنجمین گل امروز ما را به سواری اسبی میدان بسکشه دیگه من فرناشه من بگون والا به سواری اسبی سردار بای نام خدا گل را از آن گفته $15 برابر از طرف صفت الله پهلوان قهرمان جیگ به جیگ اعلام شده جور بعدی هم اعلان میشه بله سوارم تولا بخیر از طرف محترم حاجی صاحب نصری از $10 شروع میشه تا $100 میرسه از طرف حاجی نصری یک از مالکان اسبدارای ولسوالی فریز نقچیر این پهلوان جاوید پهلوان بود که این دو سال را به جور رسانده جایزه قهرمان از آن خود که جا شد واردار که از طرف حاجی نصری مالکان یکی از اسبداران ولسوالی فریز نقچیر از $10 شروع واردار بخیر روز افغانی نیست کلش $. است به خاطر که موترهای فورتینر و شتورا و آخرای اول را آمدن در ولسوالی فریز نقچیر آمدن از طریق بچه های دیوانه بایه به شما افتخار است و کلش روز $. است از طرف حاجی نصری از $10 شروع شده به $100 میرسد سپاسگزاری میکنم از رهبریت حاجی زاهد فریز نقچیر که ماشاءالله چاپ اندازه را خوب فهمونده که خوب میتازن ماشاءالله کل پهلوانا علاءالدین پهلوان گرفته این گساله را از $10 شروع شده فعلا رسید در $11 از طرف حاجی نصری $12 شد از طرف حاجی نصری اعلان شده هر پهلوانی که بتونه طور کلی از بیرق دار بتوه به جور برسانه جایزه $12 از آن خود میکنه جاوید پهلوان تاخت تاز خود را کرد و علاءالدین پهلوان است نمانی که علاءالدین پهلوان است نمانی خوش میشه یک پهلوانی دیگه هم در پالیش جمشید بکسر هم خوش شده از قریه سیاد و سیادی ها ماشاءالله خوب پنجای تقیم های محکم ای بلای تا بگیرم $12 است از طرف حاجی نصری $12 کی میگیره کدام پهلوان است آسان نیست میانی پهلوان ها هنوزم تاخت تاز جریان دارد $12 از طرف حاجی نصری اعلان شد حاجی صاحب صابره خوش آمده خیر مقدم میگم به سواری اسب نو خرید حاجی لطیف بای است که اسب طلایی حاجی لطیف بای است که میتونه قهرمان است کجا لطیف است کدام پهلوان است که تاخت تاز میکنه حاجی عبدالوحید پهلوان است حاجی عبدالوحید قهرمان است حاجی عبدالوحید قهرمان است به سواری است حاجی لطیف پای فریدکی ماشاءالله مثل شمال رفتار دارد از نظر بعد از چشم بد دور حاجی عبدالوحید قهرمان است حاجی عبدالوحید قهرمان است حاجی عبدالوحید قهرمان به سواری است نو خریده عبداللطیف باید چک چک رو میداره حاجی عبدالوحید قهرمان به سواری است نو خریده
اسب شمال حاجی عبداللطیف بای ای دو سال را بطایر علا رسانه مستحق جایزه که علاج دابد از طرف محترم حاجی نصیر ای بود کمال حاجی عبدالوحید قهرمان و قهرمانی اسب نوخرید حاجی عبداللطیف بای یا چچا بکنید قهرمان که زحمت زیاد کشید جایزه را هم دما بخشید حاجی عبدالوحید قهرمان همین گساله اعلان بشه از طرف محترم حاجی صاحب صابر بای که اسب طلایی را سوار است با افتخار اسب جوری که حاجی عبدالوحید قهرمان از آن خود کرد یک جور اعلان شده از طرف قریه خوشماله را پهلوانان نشست که از $10 اعلان شده از طرف حاجی صابر بای تشکر از بخششی عتیق الله پهلوان از خوشماله آفرین عتیق جان عتیق الله پهلوان یک چک بکنین یک چک بکنین عتیق الله پهلوان از خوشماله توانید به سواری اسب کی است؟ به سواری اسب خودش عتیق الله پهلوانی گساله را با جلسان جایزه $10 از طرف حاجی صابر بای برادر حاجی لطیف بای چی یک تیمی داره نام خودش چی یک پهلوانایی همین تو خطرناک از خوشماله آمده مثل شیر آمده خوشماله یا نو بیدار شده مثل دیواوری نو چشما رو باز کرد سیادی ها خوب قهرمانی کردن اینال دوباره رسیده خوشماله داولی اینا بیدار نبود دیزلی بود پس آن گرم آمد ای خوشماله یا نوشی جانتان شیرهای خوشماله اسپکای چابک و خورترک و آمد مقبولک وای چی یک دویشی میکنه ای اسپا چکلک 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 وای خوشماله یا توفان کنه نوبت میرسه باز از جوری که اعلان میشه از طرف کی معلوم شد نکه بلا میگه از طرف حاجی محمد پهلوان دیوار شکن از $10 شروع میشه ای جور گساله عتیق الله پهلوان هم قهرمانی کرد جوری که از طرف حاجی محمد پهلوان دیوار شکن اعلان شده خودش هم بالای اسب است از $10 شروع میشه تا $200 میرسه عتیق الله خوشماله ای اسب چی خوب موره ای والله تگرمه خوب چوبک سواری کردی والله تا بگیرم اوی عتیق الله حال زله شد دیگه اسب تا خوب یک شمال بدی یک خرخرک و یک پرپرک دیگه لپو جمع شود $10 اعلان شده از طرف حاجی محمد دیوار شکن پهلوان که از $10 شروع میشه ای برکت الله پهلوان بند کرده که ماشاءالله برکت الله پهلوان بند کرده دیگه ببینم که چی میکنه این برکت الله پهلوان به سواری اسب حاجی قاسم بای پدرش خوب مکم از برکت الله پهلوان حاجی محمد جان که اعلان کرده بود $12 کرده $200 میرسانم پهلوانا شاهد باشیم خیلی جورا را گرفته دستر پول آمد تو خب چوب گرفته روز $1 است و پهلوانا خبر است دلبرشاه کدام پهلوان است که برکت و دلبرشاه $12 از طرف حاجی محمد 13 شده برابر 14 شده یکی من بالا میرم کلان کاری کردم معلم صاحب 13 میگم 14 میگم $14 از دلبرشاه نظر نشه جان قالدی شد میگه باز $20 که حالی نی حالی همه $14 برای دلبرشاه خوب تگلان میکنی بلای تبینم کتی سرخانی پیشوندار دلبرشاه جوانی های شادش آمده دلبرشاه را کیت مکم بود آخر انداز دلش گیرید دلگیر شد دلبرشاه نوبت کدام پهلوان میرسه که $20 برابر $1.5 بالا میرم توکل به الله نه بازم جاوید پهلوان وارداشته $20 از طرف حاجی محمد پهلوان برادر نجیب الله قهرمان $20 اعلان شده اینو میتو بیا بالای تا بگیرم اخترو است اخترو بتونه ایه پلنگی پیر است پلنگی پیر ولسوالی پیرندکی اخترو جلوار اخترو حاجی محمد مزایمت کردی بسیار مزایمت کردی خیلی مزایمت کردی حاجی محمد حاجی محمد آخر در زورش آورد دیدی که زوری حاجی محمد نرسید چک آمدو کنی زوری حاجی محمد دیوار چکن نمیرسه تا پلنگی پیر اخترو پهلوان به سواری اسبه مرحوم دیوانه بای دیوارا رو میده کردی کوها رو قلم
قلم کردی پیر نبوده یک بالا بوده نو خدا بالای تبیگرم پلنگی پیر بچه دیوانه بای بکه $20 جایزه آجی محمد دیوار شکل برادر خود رازالی خود کیا یک تر پلوان تو را کی میگه پیر است سعی کنین دوستا کاکا هم از گرفتگی $20 به ما بخشیده این پلنگی پیر این نوش جانی بیگم دیوار شکن دیدی پلنگی پیر خیلی مزاحمت کرد یک چیز دیگه اعلام میکنم از طرف بازم در قهرمانی جیگ و جیگ صفت الله پلوان نوبل میرسه از $10 شروع تا $100 کدام پلوان است که ورداشته گرساله از کاری خوشماله است خدای قل است خدای قل خدای قل ما ماستیم بچی بابا قل بالای تا بگیرم خدای قل اعلام میکنم بچی بابا قل بالای تا بگیرم خدای قل قومای ما میشی خوشماله بالای تا بگیرم خوشماله مکم کما میگم تکی مایتا بسته کن بالای تا بگیرم خوشماله از پای چقدر تیز میره جوانای خوشماله مکم کما میگم از خوشماله آمده کای آمده میفهمی یک بجه شو حرکت کرده از سرمو بوتای تاسیدگی یک رقم جلو زده این آمده خیلی راز خوشماله من رفتیم اینجا خیلی راز ای وای 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 $12 از طرف صفت الله پهلوان هنوزم مطیب الله پهلوان نوبت رسته در سیادی ها وای بالای تا بگیرم مطیب پهلوان این از چهره حاج صابر پهلوان با سواری اسب نو طلاییش قدم میزنه و گشت میزنه بالای تا بگیرم چورای تبریک باشه حاج صابر بای نه مطیب بازم سیادی هست بازم سیادی هست حضرت پهلوان از حضرت پهلوان نقشی متیاس کدامش است بالای تا بگیرم سیادی ها محکم کرده که خطرناک جیل و جیل است $12 از طرف صفت الله پهلوان که بازم خوش میشه کتی بکسر جمشید بکسر است سیادی شمال کلان $13 از طرف $15 برابر از طرف صفت الله پهلوان حالی کجاستی در جوری دیگه اعلام میکنم از طرف $15 جرای شکر پهلوان تبریک باشه در عاجلت وای بالای تبریک کدام پهلوان است همی جاوید پهلوان جلو ورکا جلو که میگو بالای تبریک بچه دیوانه وای چه میگه که میدان داخل جرال بیادر چی؟ نیه و دروغ میگه الله بیادر شمال کو اگر نیت بین جر بود خو شمال کو $16 شمال کو زحمت های جاوید پهلوان ضایع شد جان چشم کدام پهلوان است که $16 صفت الله پهلوان از آن خود میکنه جاوید پهلوان هم زله شد خیلی زحمت کشید نوجوان است دیگه در پهلوان های سیاد هم نوجوان است کماندان مخلص است خود مخلص است خرش آورده خود مخلص پهلوان خوشماله ای بالای تا بگیرم مخلص پهلوان است گوسلار به تکمیچه بش گرفته گوسلار به تکمیچه بش گرفته بالای تا بگیرم کماندان خوشماله است بالای تا بگیرم چی بگه کم میدان حالاش بیا بالای تا بگیرم کماندان خوشماله مخلص پهلوان کماندان خوشماله وی بالای تا بگیرم تبریک چک بکنید خوشماله یا این گوسلار تا کنده بداره علا رسول مستحق $15 از طرف صفت الله پهلوان قهرمان جیگ به جیگ کسی که محترم اسکندر خان موترفروش سلیمان پهلوان از مرکز شهر است قماندان خوشماله بالای تا بگیرم نوش جان سلیمان پهلوان به سواری اسب پدرش بالای تا بگیرم سلیمان پهلوان که طرف قهرمان
نجیب الله اینجور علاج ده سلیمان خود سلیمان پهلوان بچه محترم اسکندر خان موترفروش سلیمان است بچه اسکندر خان موترفروش خود سلیمان پهلوان است میتونه سلیمان پهلوان است به سوار اسب پدرش از مرکز سمنگان سلیمان 15 ساله خیلی سن ساله خورد داره این پهلوان سلیمان خب تحکیم محکم داره این سلیمان جان چی میگه یک چکچک افتخاری بکنی سلیمان پهلوان بچه محترم اسکندر خان موترفروش توانستی گوساله را به جرم رسانه این سلیمان است از مرکز شهر که 15 دلار جایزه از طرف نجیب الله قهرمان حاجی مجاهدینای خودش را بیشتر تشویق کرد. نام خدا از تمام مجاهدین امارت اسلامی افغانستان یک دنیا سپاس ممنون که این خوشبختی نجیب پهلوان گوساله را میگه طرف جوری کنه ببرید نجیب پهلوان جایزه سلیمان پهلوان از آن خود کرده را بته برش تقدیم کو تشکر میکنم از قماندان خوشموله که 1000 افغان دم جایزه داد سلیمان پهلوان بسوار سلیمان جایزه نجیب پهلوان از آن خود کرد قماندان خوشموله بسواری از به خودش لحظه بیشتر گوساله را به جور رساند که تماما مجاهدین امارت جمع شوی که این جوره معلم صاحب نقیب الله میگه اعلان میکنیم با قوت اعلان میکنه جایزه شد طرف کیا رئیس از طرف محترم رئیس صادق خان اعلان میشه جوانای خراباتی و کاکی ولسوالی فیروز نقچیر که از 15 دلار شروع میکنه تا 100 دلار هم میرسانه از 15 دلار شروع گوساله از اینجا نظر به قمانده اکمای میدان هر وقت ویسال کرد با جور میشه دیگه بخیر به جور بیارید آفرین بلای بگیرم خوشمولیان خیلی توفان کرد سیادیان خیلی توفان کرد نام خدا دهی میان شکر پهلوان سلیمان پهلوان و آجوای قهرمان هم از مرکز یک انجور گرفتن نجیب الله پهلوان آسیاباتی همراه نور احمد پهلوان و اسب نوخرید گیرندش اینجا آمده اینا را خوش آمده خیر مقدم میگم تا پیش کامره ما بیاییم جایزه که اعلان شده از 15 دلار شروع از طرف رئیس صادق است که صلاح‌الدین ماماتی از با کره محترم آجی زایر نقشیری 20 دلار برابر کره محترم آجی زایر نقشیری است صلاح‌الدین ماماتی با سواری است کره آجی زایر نقشیری معاون فدراسیون کشی میتونه که این کره توسط پهلوانی که بالای سوار است او پهلوان صلاح‌الدین است چسبانده خدا یک پهلوان دیگه که دیوار شکن نام داره بازم میکنه خود صلاح‌الدین ماماتی با سواری اسب کره عاجز غیر فیروز نقشی میتونه که 20 دلار از آن خود بکنه این صلاح‌الدین ماماتی پهلوان چی میگه حکم میدان بیا بخیر بیا بدون امر حکم میدان ما هیچ کار کردن نمیتوانیم و کوشش که برای تو بگیریم این قدوان دیگه کلوی دیگه یا چکم بکنید صلاح‌الدین ماماتی پهلوان با سواری اسب کره محترم عاجز زایر فیروز نقشی معاون فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان و ولسوالی فیروز نقشی این گوساله را به جور رسانده رئیس صادق جایزش که 20 دلار اعلان کرده بودم صلاح‌الدین ماماتی از آن خود کرد ولسوالی خلم پهلوان و مهمانان و چوپانداز و جوانان و پیرایش خوش آمدید میگم همچنان مرکز همچنان قریار اسب وارث پهلوان بیارید گوساله را گوساله از همیشه جور است هر پهلوانی که بتانه گوساله را به جور میرسونه جایزش هم اعلان میشه نجیب الله پهلوان با اسب نو که آمده از
مهمان بیا که بخیر تجربه کاملا کدام پهلوان است که چلا میزنه محمود پهلوان است محمود پهلوان است اینی چهره نجیب الله پهلوان است که یوتیوبرها گفتن که نجیب الله پهلوان آسیاباتی خوش آمدی نجیب جان خوش آمدی در قدم نیک آمدی بلای بگیر محمود پهلوان است سیادی است محمود پهلوان سرخوشوار سیادی جایزه در میلان شده $10 از طرف از طرف عاجز زاهدی نصیری $10 جایزه همینجور است میدگه خیلی تلاش کرده روز از توی چاپاندازای سیزوانای محترم نجیب الله عزیزی را خوش آمدی و خیر مقدم میگم خودش همچنان از آسیاباد است عسکری از ولسوالی فیروز نقچی از دوستان خوش آمدی و خیر مقدم میگم دوستانی که انداخته شده چی میگه نجیب الله پهلوان که جایزش $10 است حلال است حلال است حلال چه شد نرسید دوره بخیر دوره کلان که جایزش $10 از طرف عاجز ظاهر خان فیروز نقچری اعلان شده $10 اعلان شده جوری که بیشتر صلاح الدین ماماتی در کره عاجز ظاهر فیروز نقچری گرفت تبریک باشه و تور پهلوان چینایی هم از مرکز سمنگان رسید بخیر سوار اسب میشه و حال ببینیم کدام پهلوان برکت الله پهلوان با سواری اسب حاجی عبداللطیف بای است ای برای بگیرم برکت الله پهلوان با سواری اسب حاجی لطیف بای است ببینیم که گوساله برکت الله پهلوان از آن خود بکنه خوب دوره کلانم میته این جایزش اعلان میشه اسب نو خریده حاجی عبداللطیف بای است اسب طلایی حاجی لطیف بای است اینمی دیوار شکل که سوار است بسیار تیز و تند مرچ سرخوریزی است ماشاءالله از چشم بد دور جایزه که اعلان شده $10 از طرف حاجی ظاهر فیروز نقچری برکت الله پهلوان است به سواری است تورکه حاجی عبداللطیف بای است بتونه گوساله را برسانه خالدی گوساله به نظر ما بطور است گوساله قالدیست پهلوان باشی وردار بخیر که جایزه اعلان شده را از آن خود بکنی از طرف حاجی ظاهر بای فیروز نقچری اینه میتو بگیرم بلایتا چیا کشی است ماشاءالله چیا کشی است ماجر محمود است ماجر پهلوان محمود پهلوان است میان این دو پهلوان گوساله سرگردان که جایزش اعلان شده از طرف محترم حاجی ظاهر بای فیروز نقچری بازم شیر پیر از خود بند کرده شیر پیر هم خود بند کرده بود خوش زین نکنیم پهلوان ها دیگه فاول است مرده را قول است $10 $12 برابر از طرف حاجی ظاهر بای فیروز نقچری اعلان شده اینه میتو شیر پیرم بند کرده به سواری است که حاجی عبداللطیف بای فیروز نقچری شکر پهلوان بند کرده خدا شکر پهلوان خدا بند کرده ببینیم اگر تقریبش چپا کرده حتما میکنه ای گوساله و میاره در جور شکر پهلوان شیر پیر به سواری است به حاجی عبداللطیف بای شیر پیر کتی گل رحمان است گل رحمان گوساله قالده گوساله قالده $12 از طرف حاجی ظاهر فیروز نقچری قویما این نمالت بگیرم از من پهلوان سیادی است از من پهلوان سیادی است وای نام خدا بلایت بگیرم اسبت خورد نیست لام خورده است پشت خوردیش نگر جلو بزن او جو خورده او است پای خالی نخورده بلایت بگیرم آزاد اینمی تو حضرت سیادی اینمی تو جوانی سیادی نگفتم که جو خوردن نگفتم وای چی میگه کم میدان یا چک افتخاری حضرت پهلوان ای اسبک تلا نوشی جانب به سواری است خودی گوساله رو با جرسان مستحق جایزه شناخته گوساله رو ببرید جوری کنه طرف جوری کنه جایزه ای که اعلان شده $12 از طرف حاجی ظاهر فیروز نقچری را بچه سیاد حضرت پهلوان گرفت گوساله را ببرید طرف جوری کنه که جوری اعلان میشه حواظ برده پردید تا پهلوان نجیب نره نوار داره تا پهلوان نجیب نرفته نوار داره
حکم میدان چی میگه؟ جوری کنه مثلا جوری کنه رو ببریم طرف گوساله رو اون طرف جوری کنه و این پالوان چک چک بکنین کدوم پالوان است؟ میرویس پالوان بچه بیت الله خان منتاشی بسواری اسب بیت الله خان منتاشی تابر خان گوساله رو بجور رسونده و جایزه را جان خود کرد ما بخشی تشکر از این پهلوان نوجوان بچه بیت الله خان منتاشی جمع شوید آمیزه جمع شوید تبریک باشد بیت الله خان و اسکر خان آسیاباتی جوری بچه بیت الله خان آسیاباتی برکاز آمیزه ورداشته شده گوساله جور است آمیزه گوساله آمیزه جور است که جعفر است ماجر پهلوان جعفر است اعتراض از طرف حاجی اسکندر خان اعلان شده ماجر پهلوان میتونن نرخط بکنه که از طرف حاجی اسکندر خان چی میگه حکم میدان هی بلایت میگیرم یک چک چک بکنید این پهلوان مهاجر پهلوان است برده پارتین میشه جوری کنه گوساله رو برده پارتین مهاجر پهلوان مهمون ما و سواری اسب آجی سید آقا بای مهاجر پهلوان گوساله را و جرسان که مستحق جایزه شناخته شد آمو طرف برو گوره امیر رانمایی که گوره حکم دلاز زم چیر میکنه چرا دیگه نیست در اوی جولت گرمی در اوچره آزیا ندیده آزیا آزیا حاجی صاحب اسلام الدین خان مدیر صاحب عزیز ما را خوش آمده خیر مقدم میگم خوش آمدین در جمعی تماشاچی‌ها که همه تو خوش آمدین شما هم خوش آمدین آزیا خوب هستی؟ تورگل پهلوان است تورگل پهلوان است تورگل پهلوان است تورگل پهلوان است میتونه گوساله را بچه رو برساند تورگل پهلوان برای بگیم تورگل است مثل گل است تورگل پهلوان است این گوساله را بچه برسانه که جایزه اعلان شده از آن خود میکنه تورگل پهلوان جلو میدم برای بگیم تورگل پهلوان جلو برای بگیم تورگل پهلوان بتونه این تورگل پهلوان با سواری از که نوخریدش هستی به نظر محمدوس از طرف سبتلا پهلوان تا دولاری روشده که تورگل پهلوان است بتوانی گیده تورگل پهلوان بتوانی که چلو ورک بالای که میدیرم تورگل جان تورگل است مثل گل است از که نویشم بطور است بگن جلو که سری چی رسته این نمیجاسته این نمیجاست تورگل پهلوان که گوساله ایش بنده تورگل پهلوان خیلی مقاومت میکنه یکان 16 لکاست که به دستان تورگل پهلوان چی میگه که میدان آلا بیا تورگل پهلوان بیا بالای بگیرم بیا تورگل پهلوان بیا تورگل پهلوان تورگل پهلوان نوبتش بود که یک چک چک بکنید در تورگل پهلوان بسواری اسبی بسواری اسبی ترگل رئیس خانگل بسواری اسب تازه خریدی محترم رئیس خانگل توانست که این گوساله را به جرم برساند تورگل پهلوان که جایزه قهرمانی جیب از آن خود کرد تورگل پهلوان بسواری اسب محترم رئیس خانگل بای گوساله را به جرم رساندن و به جرم رساندن پهلوانان سمنگان هم بوده از خود ولسوالی فیلم نقشیر از سیار از کشموله نام خدا خوب تاز کردن نوجوانان جور کرد بچه بیدالله منتاشی همچنان از سلیمان جان از طرف خودی آجی صابر بای برادر آجی عبداللطیف بای اینجور اعلان میشه از $10 شروع که تا $100 میرسه فعلا $10 از طرف آجی صابر بای برادر آجی عبداللطیف بای یکی از اسپاران این ولسوالی گوساله سرگردان به دستان پهلوان است که $10 از طرف آجی صابر بای که پیشتر از بیت الله خونه سوار بود آفرین نجیب پهلوان خواه کمیت میکنی بالای پهلوان
پهلوانات خوب میتازه اینا نام خدا خوب کشسم تو هیچ فوتازی نیست کلش مردان وار کش میکنه در زوری بازو زوری اصل خودشان آفرین پهلوانات خوشمالی آفرین از اولشواری فیلم نقشی آفرین از سیار آفرین پهلوانات میمان آمده یکی دوتا پهلوانات آسیاباد آمده اینا رام خواب پنج فلادی است برکت الله پهلوانات بساویت به آجی قاسم بای پدرش ای برکت الله قبلا بسواری آستی ای بلا تبگیرم شده گفتم میدان بلای تبگیرم بلای تبگیرم چی میگه ایره آکم میدان چی بود یک چک چک دوباره برکت الله پهلوان گسل نیجه برین برکت الله پهلوان بسواری آستی آجی قاسم بای پدرش ای گسل گفتی رسول جایزه که گسل نیجه برین جایزه که اعلان شده بود از طرف قهرمان جیگ با جیگ بود که نه آجی صابر بای برادر آجل عبداللطیف بای اون طرف موتر او پاش جایزه آجی صابر بای برادر آجل عبداللطیف بای برکت الله پهلوان بسواری آستی آجی قاسم بای از آن خود کرد گسل رو بیارین طرف اکا ظلمه مهمان طرف ظلمه جار مهمان طرف جایی که نجی پلوان نمیشه این طرف بیارم ایسو اون طرف دور بده بچم بالای تا بگیرم احتیاط که آفرین پهلوان نوجوان خوب دوره داده آفرین احتیاط که بالای تا بگیرم اونم اینجا برده پرتقی جوری بعدی اعلان نشه جوان جان پرتم اینجا بالای تا بگیرم پرتم اینجا آفرین نواردارین که کمی مردم وصال نکنه از بیرق پررد دور بکنن از طرف مدیر صاحب الحاج اسلام الدین خان اعلان میشه مدیر مکتب تنگی اعلان میشه از طرف محترم از $10 به $100 میرسه از طرف محترم الحاج اسلام الدین خان مدیر مکتب تنگی اعلان شده از بیرق پخته دور بکنن از بخیری دور بکنن نجب کمانده نجب الله قهرمان حاکم میدان احتیاط کنید سر کس اسپایی نکنید زین علاوالدین دور خورده اسپایی نکنید از طرف مدیر صاحب عزیز ما کسی که بچه ها را تدریس میده کسی که معلم ها را اداره میکنه سر معلم ها را همچنان مدیر آدم کمی نیست خدمتگار ملت است جایزه که اعلان شده از طرف مدیر صاحب الحاج اسلام الدین خان از $10 شروع دیگه هر پهلوانی که بتونه جایزه محترم الحاج اسلام الدین خان مدیر مکتب از آن خود بکنه نام خدا کدام پهلوان است حضرت پهلوان سیادی از بلایت بگیرم حضرت پهلوان سیادی هی بلایت بگیرم حضرت پهلوان 160 میل رفته را چشم بد دور حضرت پهلوان خوش شده پیسه معارف است پیسه مدیر مکتب است که دانا درس داره چی میگه کمی میدان دست نزنه شمال کاکا داره میگه کمای میدان که جایزه ای که اعلان شده از طرف حاجی الحاج اسلام الدین مدیر مکتب تنگی $12 قسمی که گفتم چکیدهش میره بالا $12 برکت الله پهلوان لحظه بیشتر به سواری از حاج قاسم بای گساله را بچه رسان جایزه را از آن خود کرد هی بلایت بگیرم ولایت خان بلایت بگیرم اسکر خان آسیاباتی را هم از بیشتر از جوری کاکر از آن خود کرد و سوارکاری علاوالدین پهلوان همچنان پسر بیت الله خان منگتاشی هم یک جور از آن خود کرد و $12 از طرف الحاج اسلام الدین خان مدیر مکتب که پیسه مدیر مکتب کی میگیره کدام پهلوان است که جلو میزنه جاوید از به نظر من جاوید پهلوان باشه کدام پهلوان است اینه میتو ورک چلو ورک بلایت میگیرم یکی نمیمانه بچه ها اینه میتو کشته باشه چی میگه؟ اکما چی میگه؟ بله ما اینجا دفعه اکمای میدان چی میگه؟ میم نه درم میم سایس میم چی گو اکمای میدان؟ حکم میدان چی گفت؟ حالا چک بکنیم جاوید پهلوان بچه دیوانه بای بسواری اسبی باشه مامان
بسواری اسب محترم آجی صاحب شیر محمد خانی گسلر جاوید پهلوان نوجوان از آن خود که جایزه آجی اسلامی ده خود مدیر مکتب تنگیر از آن خود بکن اینا می تو بالای تا بگیرم خوب گشتی از آجی صاحب محترم اسب آجی صاحب شیر محمد خان خوب گشت سرخونش تبریک باشد آجی شیر محمد خان شیر جاوید پهلوان نوجوان که جایزه محترم الحاج اسلامی خوب مدیر مکتب تنگیر از آن خود کرد خیر ببینید محترم پاش کسایی که در این راسته کار میکنن نوجوان ها خیر ببینید دستایتان پایایتان درد نکنه خداوند خیر بده شما انشالله که موفق باشید گوشان آمد داشته شده که جایزه شلان بشه شکر پهلوان و بسواری هستی آجلتی باید تقییم خدا بسته کنه شکر پهلوان این جایزه شما ایران شده از طرف جایزه از طرف آجی محمد پهلوان قهرمان دیوار شکن $10 اعلان میکنم از طرف آجی محمد پهلوان که گسلا به تقیم راستی شکر پهلوان بود بیا بالای تا بگیرم شکر پهلوان بیا بالای تا بگیرم شکر پهلوان شکر پهلوان بیا گسلا را دوباره این طرف بیرک جور بعد اعلان میشه بیا شکر پهلوان یک چک میکنی شکر پهلوان شکر پهلوان شیر پیر بسواری اسب حاجی عبداللطیف پایی گسلر بچه رسول مستقل $10 طرفه حاجی محمد دیوار شکر این پهلوان سمنگل شناسته شد تبریک باشد حاجی عبداللطیف پایی ده این چلاوای جانمه بلای تبیگرام رئیس صاحب برشنای ولایت سمنگان خوش آمدی و خیر مقدم میگم این جور اعلان میکنم از طرف محترم حاجی قاری صاحب عبدالقادر نصرت رئیس برشنای ولایت سمنگان از $10 شروع میکنم تا $100 از طرف محترم رئیس برشنای ولایت سمنگان رئیس خیر ببینه که بسیار شب روز فعال است که کارمنداش که برق هم 24 ساعت این جولای هم تو برق سمنگان داره این جولای نداره چشم بد دور که همیشه هست از برکت رئیس صاحب کارمنداش قماندان صاحب امنیه ولسوالی فیروز نقصیده رئیس صاحب استخبارات معاون صاحبش همچنان تمام مجاهدان دین امارت اسلامی افغانستان را خوش آمدی و خیر مقدم میگم همچنان الحاج قاری صاحب بلال آمده باشه اگر نباشه هم خوش آمدی میگم انجینیر صاحب زلان هم خوش آمدی خیر مقدم میگم قاری صاحب مطیولا را همچنان خوش آمدی میگم خیر مقدم همه مجاهدین سر و کف امارت اسلامی افغانستان که در هر شعبه و در هر جای کار میکنین در هر پسته و در هر گزمه و در هر قماندانی و در هر جایی که هستین خوش آمدین در این بسکشی که امروز وقت خدا ضایع کردین صفا و ما طرف که اعلان شده رئیس برشنا را میفهمی که گرفته تاکیب و بسته کرده قهرمان و دیوار شکن حاجی محمد پهلوان است حاجی محمد پهلوان تو تکونه پهلوان است حاجی محمد دیوار شکن بچه دیوان باز که جایزه ای که از طرف محترم قاری صاحب عزیز ما عبدالقادر نصرت رئیس برشنای ولایت سمنگان را شده $12 است که میتونه حاجی محمد جایزه رئیس از آن خود بکنه چی میگه حکم میدان تا حکم میدان چیزی نگفته مسئله ندارم چی شده حکم میدان تا دست شبالو نکنه بیا بخیر تقیما رو بسته کردن $10 جایزه اعلان شده از بیرق مستقیم از بیرق دار بتین که نجیب الله پهلوان قبول نمیکنه اگر از بیرق دار بتین از همینجا کش بتین بخاطر بیجور که $10 است حضرت پهلوان حضرت پهلوان طلای عربی رو سوار است بسواری طلای اسب طلای عربی خودش سعی که سری جور موتری و پوش است این نکشف این دفاع این بلای تبیگیرمه بیا که طلای عربی چکه نقشیسته حسن موتری و پوش یک چک چک بکنید حضرت پهلوان
سواری اسب طلای عربی خودش که از قریه سیار آمده از آن خود که $10 جایزه سر صلاح الدین ماماتی را خودت گرفتی نوش جانت میگم جایزه اعلان میشه گسلای بوان سمت بیره بیا ولایت بگیریم گسله رو ببرین سمت بیرق یک چک بکنید علاوالدین طلب و سواری اسب کبچه محترم حاجی نجیب الله که گسله رو به جور رسان میفهمی جایزش از طرف خود همین مالک اسب اعلان شده از طرف حاجی نجیب الله خان که کبچهش قهرمانی کرد گسله رو ببرین سمت بیرق علاوالدین گسله وارداشته شده توسط کدام پهلوان است مهاجر پهلوان مهاجر پهلوان مهمان از مهاجر پهلوان است مهاجر پهلوان میتونی گسله رو مجور برسونه مهاجر پهلوان که جایزه $10 از طرف زلمه افغان اعلان شد چه گو باکمی میدان نجیب الله پهلوان چه؟ آیم شمال داره شمال داره میگه حکم میدان میگه شمال داره که بعدش جور اعلان میشه اعلان شده از طرف محترم زلمه افغان از بلخ $12 شد $2 رفته بود سمی واجر احمد زبی الله فرمان ادریس گوسله را دوره کلان بکنین و برکت الله پهلوان گرفته و او طرفشان تقیین واسه کرده $12 از طرف زلمه افغان است همه مهمانان عزیز ما را از هر ولایت که آمدین خوش آمدی خیر مقدم میگم از اولوسوالی ها از قریه ها از اولوسوالی خرم از بلخ و مزار و قیدی طرف از بغلان و قندوز از مرکز سمنگان همچنان سمی الله پهلوان سمی الله پهلوان و دیگر دوستایش که آمده اینا را خوش آمدی خیر مقدم میگم بیا برکت الله پهلوان بلای تورم بگیرم یک چکچک بکنیم برکت الله پهلوان با سواری اسب محترم حاجی قاسم بای گسله را به جور رساندی مستحق جایزه هم شناخته میشه از طرف زلمه افغان از $12 اون طرف است اون طرف زلمه افغان اعلان شده $12 گسله را ببرید سمت بیرق که از طرف حاجی قاسم بای اعلان میشه از طرف حاجی قاسم بای اعلان میشه گسله را ببرید سمت بیرق که از طرف حاجی قاسم بای اعلان میشه پارتی در بیرق پارتی که از طرف پدری برکت الله پهلوان حاجی قاسم بای اعلان میشه تشکر از بخششی محترم برکت الله پهلوان که لحظه پیش به سواری اسب حاجی قاسم بای پدرش گسله را به جور رساند جایزه گرفتگی را به ما بخشیده و اینجور اعلان میشه از طرف حاجی قاسم بای از $10 شروع میشه تا $100 میرسه چکیدش از بیرق دار بتین از بیرق دار بتین کجا از این مردم بنقشه تا که خرابات نداشته از بیرق دار بتین و به جور برسانه که جایزه که اعلان شده از طرف محترم حاجی قاسم بای چی نگاه کنی میدان بیا برای تغییرم کدام پهلوان است چی؟ کامرا؟ یک چکچک بکنید در پهلوان یک چکچک بکنید پهلوان همین پهلوان است همین پهلوان سیادی و سواری از که خودش باشه گسله را به جور رسانده که مستحق $10 جایزه از طرف حاجی قاسم بای پدری برکت الله پهلوان را یک متین پهلوان سیادی از آن خود کرد گسله بیرق پرتنه که جوری اعلان نشده یک دقیقه سیاد و کشماله را میپرتن مسابقه دیگه دمراسی میکنن پرتو گسله را میجه پرتو گسله را که میجه پرتو سیولی بجا ازان چند میتر از اون داده رایزه الله پهلوان یک بیست دقیقه باز نباز میده بیست دقیقه نامی چه دامش جورا پهلوان از کشماله به سواری از بخونیش به سواری
از باید طلبای جورا پلو پشت مونه گسران و جوراسان و یک وقت داریم نظر به حکمایی قالستان هستی قالستان فیلادور چی فیلم میگه جواد پالو از زیر استاسیون مسابقه جواد جواد مسابقه است باشیم یک 5 دقیقه استاد شد بالا کد بخور سید بالا کد تمیم پلوان چی شده اصلا بیرق شد خلاص یا صدای الو دیگه چی شد تکنیکی آورز تکنیکی شو پلوان چرا شد باید سیاد خوشمال است مسابقه امروز ما دیگه پلوانا مسابقه تمیم است به نظر من مسابقه میان چپاندازان کاریه سیاد و خوشمال است هر پهلوانی که بتونه یک امتیاز از آن خود میکنه کدامش است کدام پهلوان است شو نداشتم پیشتر شو نداشتم بچه توفیق اصلا قاسم برگو بیسته توفیق ما نداشت لا توفیق ولا تودي حوالا Acıdı ya var. Kaçtı? Hoş nasip iş, hoş nasip iş. Ma, te balas. تمیم پهلوان است یکی از پهلوانان سیاد است ببینیم تمیم پهلوان سیادی را به جمشید بکسر پاس میتن ببینیم شماره دهی امباپه ریال مادری است امی جمشید بکسر ببینیم کمال امباپه را بیادرها Zulmay. بیادرها از شما خواهش میکنم خب لیل و اسپیکر ما رو برقص میکشین خب این خود ناجوانی از دیگه هر پلوانی که گسوله را به جو میرسونه آفرین پهلوان تا بگیرم جمشید بکسر تیم سیاد Abi gelos ne başarsa gelos. یعنی جواد Gelos هم طرف باشه gelos ne başarsa gelos. مسابقه است دیگه میان پهلوانان قریه سیاد و خوشماله قریه سیاد تا والی یک امتیاز از آن خود کرده یعنی یک بیرق گرفته و معلوم شود که جوره کدام ای پهلوانان پنج فولادی ولسوالی فیروز نخچیر که از قریه خوشماله هستند که عربیشان است قریه سیاد برادروار کش کنین و مسابقه میان پهلوانان خوشماله و قریه سیاد است
مسابقه که امروز دایر شده میان پهلوانان خوشموله و قریه سیاد چاپاندازا در حال تاخت تاز است و دیگه پهلوانانی که از ولایات و ولسوالی ها آمده اینا دمراستی میکنه چون میان قریه خوشموله و قریه سیاد این مسابقه را راندازی گردانیده نجیب الله پهلوان بفهمه که میان ای پهلوان ها کدامش قهرمان است. آفرین والا بسیار خیلی ببینید میمان نوازی کردیم نام خدا ما هزار جای رفتیم تعریف شما را کردیم که ما میمان میشیم در ولسوالی فیروز نقشی ماشاءالله این چندمین بار است که لین ما را برقص کیجستان کش میکنیم دیگر روز آخر ما باشه خیر ببینیم محمود پهلوان است محمود پهلوان است در حال تاخت تاز است و بتانه که از آن خود بکنه آفرین محمود جان محمود پهلوان سرخوش سوار است کتیبابه خوشمال است او بابا این محمود است محمود سیادی است جلال بزن بلای تا بگیرم هینی به تو دور بته نه بکسرم خود چستان بازم محمود سیادی است محمود پهلوان سیادی است نه گوز ها چار پاچه است میانه خوشموله و قریه سیاد حضرت پهلوان است از سیاد که گوزالش هم چار پاچه است ببینیم که کدام پهلوان آزان خود میکنه خلیفه نیم دلبرشاه پهلوان از خوشموله بسواری اسبی خود دلبرشاه پهلوان از خوشموله توانست که اولین گساله که میانه مسابقه بود میان سیاد و خوشموله دلبرشاه کمالای خود نشان داد هیولای که بگیرم دلبرشاه بنقچه سیاد صفر خوشماله چی؟ خوشموله دو امتیاز و سیاد فیروز نقشی صفر ورام توسط دلبرشاه اینو بخیر چایم بزن ای ولایتا بگیرم اوه نوشی جانه ده برو بخیر دلبرشاه دو امتیاز از آن خود کردی نوشی جانه برو از رای دور آمده بودین کفتی نرین تشکر از قاری صاحب احسان الله از مجاهدین سربکف امارات اسلامی افغانستان است که به خاطر امنیت میدان است تشکر خیر ببینین و جور آرام باشید انشاءالله که افغانستان ما اینمی تو آرام باشه ما شما می تو آرام شوق خدا بکنیم از مدیر صاحب توری علی خان مدیر اداری قماندان امنیه ولسوالی فیروز نقشی یک دنیا ممنون آمده کته افرادایش تشکر میکنم از مدیر صاحب بزرمونی شد دیگه چافردازا با خبر بزرمونی شد بنا به خوشماله تمام شد در سرکینی قماندان مخلص برنده شد خوشماله اعلان عمومی از دیگه چافردازا جمع شویم بخیر عمومی اعلان میشه گوشوار جایزه شه از بیرق برده دا بیرق پارتن برده دا بیرق پارتن فرنخچیرم بردن و قریه سیادم امی قماندان مخلص قدیم و قدیم مانده که گیره این بین المللی است همه که دوست داره مخصوصا در سمت شمال افغانستان و بالخصوص در ولسوالی فیروز نقشی که قهرمانان ما میجا است پهلوانان ما میجا است مخصوصا سمنگان ما که یک بار قهرمان شد در لیگ کابل توسط امی اولادای سمنگان از فیروز نقشیر از مرکز سمنگان از قریه جاتا مثلا از هر ولایت از هر ولسوالی ما که بود در بخش سمنگان بود چی ازبک باشه چی پشتون یا تاجیک یا هزاره یا بلوچ پشهی ایماق نورستانی در
سطح سمنگان بود. اینا قهرمانی کردن، یک بار اول شدن در لیگ کابل در میان چندین ولایت و یک بار هم سوم شدن در لیگ مزار شریف توسط اولادای امی ولایت سمنگان و از مالکان اسب و از بایایی که همکاری کردن در این راستا که اینا قهرمان شدن و این افتخار به همه ما شماست. و بعد از وقفه عصر اولین جور از طرف خلیفه نعیمی که مالک اسب است اعلان شده $10. این پهلوانی که گوساله را به تقییم راسش داره از خوست فرینگ از عبدالوهاب خوستی بطور عبدالوهاب خوستی گوساله را با جرمون سنه $10 جایزه همه اعلان شده از طرف خلیفه نعیم. همین گوساله سای خوی کو بتا هی خوستی است. چی میکنه خوستی؟ بلای تبیگرم عبدالوهاب خوستی است. یک چک میکنه بچه عبدالوهاب پهلوان از خوست فرینگ به سواری حسب آجی آجی به سواری حسب آجی صابر بای ای گوساله را به رساندن مستحق جایزه $10 از طرف خلیفه نعیم عبدالوهاب خوستی. گوساله ببرین سمت جوری کونه، سمت جوری کونه ببرین. عبدالوهاب از خلیفه نعیم جایزه طبیعی خواه. گوساله را میبرین سمت بیرق جوری بعدی هم از طرف کی اعلان میشه معلم نقیب برای من میگه تا لحظات بعد. گوساله را پرکید نجیب پهلوان گوساله را میگه پیش آجی نجیب برده پرت که از همینجا اعلان میکنیم. مدیر بارش قرارداد است رئیس است نفر روان میکنه نفر روان مدیر صاحبای قرارداد درجات کس نباشه چه سر قرارداد پول گرفت علاؤالدین پهلوان سری است. از که جنجی و سور شو علاؤالدین پهلوان. همین گوساله در تقیم کی است که قول دی گوساله؟ حاجی محمد پهلوان طرف اما حاجی نجیب الله ببر گوساله را. قماندان شه خیلی بابا جای نیوان یک دنیا ممنون سپاس از خلیفه نعیم که مهمان نوازی کردن. 500 افغان جایزه هم بر ما دادن. یک دنیا ممنون. من که میم به دستور شما میم و بتانم خدمت به شما بکنم دوستان. در خدمت شما هستم و این گوساله اعلان میشه از طرف محترم حاجی صاحب نجیب الله عزیزی اعلان میشه از $10 شروع تا $300-500 میرسه. چکیدش میره بالا از طرف حاجی صاحب نجیب الله عزیزی. فعلا $10 از نظر و قمانده حکم میدان که میجا وصل میکنه واردارین بیارین در جرم خیر. از خلیفه نعیم یک دنیا تشکر. خلیفه نعیمی که همیشه اسب داشته و پشتوان چاپانداز و مالکان اسب بوده ماشاءالله. از برکت اسب‌های قدیمه فعلا ولسوالی فیروز نخچیری ما هم جای انگور و شربت است هم جای پهلوان و اسب ماشاءالله. خیلی اسب‌های زیاد خریدن. از طرف حاجی صاحب نجیب الله از $10 شروع میشه تا $500 چکیدش بالا میره. نظر و قمانده کمی میدان که گوساله ورداشته مهاجر پهلوان چی جلو وای خوب میذاره این پهلوان. این مهاجر پهلوان که میمانم هست طرق کی باشه؟ سید آقا بای از سید آقا بای از مهاجر پهلوان فکرت باشه که این از بسیار تیز تند و تلخ است. تو پهلوانی که تقیم قایم کنه و جلو بزنه. $12 شده. $12 اعلان شده. ای بلای تا بگیرم چی میگه کمی میدان نشده. مهاجر پهلوان گزارش
شمال کلان بکنید و $12 از طرف عاجز نجیب الله عزیزی اعلان شده. گسله بعدی هم مجاز فکرتان باشه. زلمه جان افغان هم دیگه خنجر سوار شدی میمان بلخ باستان. نوش جان زلمه افغان مهمان ماست. نوری چشم سری ابرو جا داره کلی میمونه و $12 از طرف حاجی نجیب الله عزیزی $15 شده در 500 میرسه. از پایین دوام خرید تبریک $15 است. صلاح الدین ماماتی پهلوان است. صلاح الدین ماماتی گره نمانید اسب نو خرید حاجی عبدالوحید قهرمان است. اسب شمشیر است. شمشیر حاجی عبدالوحید قهرمان که تازه از کرگز آورده گوشنه و تشنه در بینی موترها چی میکنه؟ این اسب آیا میتونه بگرده؟ شمال داره، شمال کلان داره، شمال کلان داره میگه. پهلوان نجیب میگه که شمال کلان داره. جایزه $15 از طرف حاجی نجیب الله عزیزی اعلان شده در پهلوانی که گسله یک شمال کلان بکنه و بجر برسانه. دیدن شمال حلال امکان نداره. پهلوانا فکرتان باشه سیک قهرمان خودش دیوانه شد. حاجی نجیب الله عزیزی مالک اسب قره ابر سیاه و کوکچه علاودین پهلوان میتونه $15 جایزه حاجی نجیب الله عزیزی را که دوتا اسب کاکه هم خریده. علاودین پهلوان میتونه به سواری اسب سید آقا بای است. نوش جان سید آقا بای. پلنگی پیر است، پلنگی پیر است. چسبانده خدا پلنگی پیر بلای تا بگیرم. علاودین پهلوان و توانیگی لگا پهلوان لگا علاودین پهلوان و توانیگی ولی اسب سید آقا بای ولسوالی فیروز نفچی است. خال دیگه سالا وردار که بخیر $16 است. وردار که $16. وردار که $16 از طرف الحاج نجیب الله عزیزی. $18 از طرف حاجی نجیب الله عزیزی گساله در میدان در پهلوانی که بکنه. این گساله را طور قانون به دایر حلال میرسانه. از طرف حاجی نجیب الله عزیزی اعلان میشه $18. هی بلای تا بگیر پهلوان ورداشته شده گساله سرگردان از میان پهلوانان شیران ولسوالی فیروز نقشی. همچنان چند تا مهمان از مرکز سمنگان و از قریه سیاد خوشمغله هم از خلمان هست. پهلوانا $18 است. بازم کی است؟ جاوید پهلوان است. بچه مرحوم دیوان وای جاوید پهلوان است. کم قنجقه است مگم پنجای شخ است. کم قنجقه است این بچه نوجوان است میتونه. جلو بزن ورکه جلو ورکه چی میگه حاجی محمد؟ جلو ورکه میگه. بچسبین در جاوید پهلوان بچسبین همه تا کنواری بچسبین در جانش. نمی تو کش شوه یک دقیقه تماشاچایی که کاروبار علاقه آمده اینا کیف کنه یک دقیقه. مردم دکانداری و موتروانی و برادر همه کاروبار علاقه رو بخاطری تماشای بسکشی چاپاندازا دیگه خوب بتازین. خدای نفذ فاول تازی نکنین، قاشزی نکنین، چلوکش نکنین، از قمنده یکم میدان سرکشی نکنین. $18 جایزه را کی گیره؟ جاوید پهلوان به سواری اسب محترم سردار بای گساله را طور قانونی به دل دایره حلال قرار داده. مستحق $18 جایزه از طرف حاجی صاحب نجیب الله عزیزی. بازم پیش حاجی نجیب الله عزیزی ببری که یک جور دیگه اعلان میشه. طرفی جوری کنه گساله را ببری. طرف جوری کنه ببری گساله را. طرف جوری کنه ببری که از طرف حاجی نجیب الله عزیزی که دوتا اسب کاکه هم خریده را اعلان میکنم. یک جوری باید زلمه جان ای که دیگه که قهرمان قهر از امروز. آفرین زلمه افغان خنجر داری و بدر چیز در دنیا رای میزنی زیر پای درس پس که بزن قلمش کو. هر کی دمیره اید آمد بلای تا بگیریم نجیب الله افغان میمون است. نمی تو پهلوانا
سمت حاجی نجیب الله عزیزی که یک جوری دیگه هم از $10 شروع میکنم. جوری اولی که از $10 شروع کنم $18 تمام شد و جاوید پهلوان از آن خود کرد و جوری دیگه هم از $10 شروع میشه دیگه چکیدش میره بالا. نظر به ویسل حکم میدان وردارین و از طرف عاجز نجیب الله عزیزی مهمانانی که از مرکز سمنگان آمدین، از بلخ و بستان آمدین، از خلم و از خوشمولا و از سیاد، از آسیاباد، از ولسوالی از رسرتان، از تنگی تاشقرگان، از غزدیگک، از دولت آباد، از هر جایی که آمدین یک بار دیگه شما را خوش آمد خیر مقدم میگم. و بازی عنعنوی بزکشی میان پهلوانان ولسوالی فیروز نخچیر همچنان خوشمولا و قریه سیاد، چند تا پهلوان از مرکز سمنگان، یک پهلوان هم به نام نجیب افغان از بلخ آمده و ماجر پهلوان هم از رای دور آمده، همچنان عبدالوهاب از پنشیر آمده، ماجر از عبدالوهاب از خوست فرینگ آمده. این را همیشه خوش آمدید میگم و خدا کنه که از بزکشی لذت برده باشین. نوجوانان فیروز نخچیر، موسیقیدای فیروز نخچیر، جوانایش همچنان مالکای هست، مجاهدینش، ملا و ایکان خوش آمدین و از بزکشی کیف کنین و ورزش ملی فقط این بزکشی است. تشکر از محترم سردار بایی که 1000 افغان جایزه دمه داده. یک دنیا ممنون. انشالله که خداوند 1000 میلیاردها برش پس بده و بار عزت کردی سردار بایی. تشکری کلام گوساله بازم ایران میشه. جایزه شسر واجی نجیب الله عزیزی دارنده دوتا است، یک کوکچه و یک ابرسیا که ابرسیای سوروری است. اینی می تو از پاره خریده. خداوند کسی که شوق داره در شوقش برسانه، کسی که در موتر شوق داره. نجیب الله پهلوان که موتر فورتینر دلم رفت، گفته بود یک موتر صاحب شد، خدا نصیبش کنه. نوش جانش هر کی بتانه در نمانه. ازر را ازر چا، یکی از پهلوانی، یکی از موتروانی، یکی از مدیریت مکتب، یکی از معلمی، یکی از دکانداری، بالاخره بتانین که انشالله الرحمن در مقصد مراتان برسین. و این ولسوالی فیروز نخچیر است و این هم پهلوانا و این هم اسبا و این هم این با شما که گوسالا بالاخره رفت طرف بیرون. گوسالا بیرون نبرین که فعال است و مردار قول است و شکر پهلوان شیر پیرم خوب میتازه و اسب حاجی عبداللطیف بای. گوسالا که چکیده باشه $12 از طرف حاجی نجیب الله عزیزی اعلان شده. خوشمولایی از پشت کده چای آبی جوش کده. خوشمولایی ها دیگه بیغی که دیگرش خوش کده. مسابقه رم بردن و نمانی که دیوار شکر بچست بینا بی خبر نمانی که دیوار شکر است. محکم کنی که دیوار شکر است. نمانی که جور کنه، نمانی میگم جور کنه. چی شد؟ نه بلای که بگیرم هر چی گفتم که نمانین دیستی من سری دیستی پالوانا شد اما یک چک بگیریده. حاجی محمد پهلوان دیوار شکن در ابرسی های حاجی نجیب الله عزیزی یوم سری اجزای رخ چرخون هستیم 2000 آخری اول است. اینیم آخری اول است از طرف حاجی صاحب نجیب الله عزیزی. سری ملا ذکریه قنداری صدا امی گوساله از طرف ملا ذکریه قنداری اعلان شد. ملا ذکریه قنداری آخری اول جایزه تقدیم میکنه. جایزه امی آخری اول از طرف ملا ذکریه قنداری که عبدالوهاب خوشتی از آخری اول میتونه بگیره. عبدالوهاب خوشتی آفرین خوشتی بالای تو بگیرم. خوشتی بالای تو بگیرم. تقریبی تمکن تو گوشاله کشالته بالا نزنه تو عبدالوهاب. هرچی که تصویتون نمیشه عبدالوهاب. سمت چپ عبدالوهاب. گوساله قالدی گوساله. تورگل پهلوان است. نوبت عبدالوهاب گذشت، زله شد عبدالوهاب دستش و تورگل است در اصل نویش است. تورگل پهلوان از آخری اول است از طرف
چی؟ بولا چی؟ زکریای قنداری از طرف محترم ملا زکریای قنداری اعلان شده جایزه آخر اول. به نظرم که برکت الله پهلوان به طور از قاسم بای پدرش آخر اول میتونه بگیره. ببینیم برکت الله پهلوان از ولسوالی فیروز نقشی را به طور از آج قاسم بای پدرش آخر اول است. آخر اول است. آخر اول است. یک چک میکنه حالا کماندای برکت پهلوان. برکت الله پهلوان به سواری است که آج قاسم بای پدرش اول آرش از ولسوالی فیروز در سین از آن خود کرد. جمع شوید بخیر میشه. آخر دوم اعلان شد از طرف حاجی نصیب با یکی از اسطوران ولسوالی فیروز نقشیر از $10 شروع میشه از طرف حاجی نصیب بای. حاجی نصیب بای زنده باشی. ما میگم گل سلامت داشته شده در دستان فولادی پهلوان است. یکی جمشید بکسر از یکشان جاوید بود که از آن خود کرد. جاوید دوستان را تقیم جاوید پهلوان میتونه آخری دوم امروز مراد آن خود بکنه که جایزه سطر حاجی نصیب بای اعلان شده $10. ایرا جاوید پهلوان بچه جوان باید نمانی که جاوید پهلوان نوجوان نمان میگه جاوید امیلی جبت که این امی جبت که دیگه خلاص از دیگه این خورمال شد که زیگرکان زدن از نام خدا کش است که آمد برادروار کش است. کش که ما میگم کش که آخر دومد جایزه شما از طرفی چه رقم شد. حکم میدان چی میگه؟ حکم میدان چی شد؟ بیا بخیر بیا بالای تا بگیرم. بیا بالای تا بگیرم. یک چک چک بکنید. جاوید پهلوان نوجوان آخری دوم امروز ما رو مستواری هست که سردار بای آخری دوم جاوید پهلوان نوجوان پسر مرحوم دیوانه بای توانستی از آن خود بکنه. تبریک باشه در خودش و برادرایش. آخر سیم است. $15 شروع میشه جایزه ایش. از بیرق دور بکن. از بیرق دور بکن. از و در جاوید پهلوان $20 هم جایزه صاحب اسبش سردار بای داده. سپاس از حاجی صاحب نسرین که آخر دوم جایزه در پهلوان تقدیم کرد و آخر سیم از طرف حاجی زاهد فیروز نقچیر اعلان شد در پهلوانی که بتان آخر اول برکت الله پهلوان گرفت. آخر دوم جاوید پهلوان آخر سیم اعلان شد از طرف قماندان صاحب امنیه ولسوالی فیروز نقچیر پاریس ریحان $1000 در برکت الله پهلوان داده شد. برکت گرفت در طور ملا وزیر بخشش به ملا وزیر گلم که ملا وزیر آخر اولا که برکت الله پهلوان گرفته و جایزه از طرف وزیر حکم ملا وزیر صاحب ملا وزیر صاحب اعلان شده و جایزه شده برکت الله تقدیم میکنه. تشکر از قماندان صاحب امنیه ولسوالی فیروز نقچیر پاریس ریحان که خیلی شوقی و جایزه هم با برکت الله پهلوان تقدیم کرد در پسر حاجی قاسم بای در اسپی کردنش. آخر سیم اعلان شده از طرف حاجی زاهد بای فیروز نقچیر یکی از مالکان اسب و همچنان معاون فدراسیون بزکشی اعلان شده. برف کوچ است. اسب برف کوچ است. کرخانه آسیاباتی است و پهلوان نامدار نام آشنا صلاح‌الدین مماتی است. آخر سیم مساعد به برف کوچ از کرخانه آسیاباتی چک چک عمومی میکنه. کی میگه که میدان حلال است؟ یک چک چک بکنید. صلاح‌الدین مماتی پهلوان گره سواری اسبی محترم اسکرخان آسیابادی اسبی برفکوچ اسکرخان آسیابادی که برادرش ولایت خانه حضور داره توانست که آخر سیم از آن خود بکنه. جایزه میفهمی؟ گوره از طرف حاجی زاهد بای فیروز نقچیری دو آخر دیگه دو تا آخر دیگه است. آخر چهارم از بگو. آخر چهارم اعلان میشه از طرف نجیب الله پهلوان اعلان میشه که میدان جایزه از طرف خود اعلان میشه. آخر چهارم از بیرق دار بودید از طرف شیرعلی بای مهمان بغلان اعلان میشه. از طرف شیرعلی بای مهمان بغلان آخر چهارم از طرف شیرعلی بای شیرعلی بای از بغلان آمد.
از طرف شیرعلی بای که مهمان بغلان داخلی چاری مزه علاوالدین پهلوان. چی میگه حکم میدان؟ حکم چی میگه؟ صبر کو که مسئلات ندارم. از طرف شیرعلی از بغلان آمده مهمان است و چه رقم شده؟ حلال است علاوالدین پهلوان آخری چهارم امروز ما را به سواری اسب به سواری اسب سعید آقا بای توانسته گل ساله را به جرم رسانه و جایزه را از طرف نجیب پهلوان تقدیم میکنه از طرف شیرعلی. جمع شوید کلتان جمع شوید. تمام که اعلان کرده بود آخر از یک آخر از اعلان $30 $10 از طرف نجیب الله پهلوان $10 از طرف حاجی صاحب فیروز بخشی و $10 دیگه از طرف حاجی نصر خان $30 است. آخر $30 است. آخر $30 است. $30 است آخر $10 از طرف نجیب الله پهلوان $10 از طرف حاجی فیروز بخشی $10 از طرف حاجی نصر بای آخر است که آخر اولاق امروز است. $10 از طرف خلیفه نعیم که $40 $10 از طرف حاجی قاسم بای $50 آخر $50 جایزه آخر است. آخر $50 $10 از طرف نجیب الله پهلوان $10 از طرف حاجی ضعیف نفسی $10 از طرف حاجی نصری $10 از طرف حاجی قاسم بای $10 از طرف خلیفه نعیم که شده $50 آخر امروز ما صلاح‌الدین محمدی پهلوان به سواری اسب برفکوچ اسکرخان آسیاباتی در حال تخت تازه آخر میتونه صلاح‌الدین پهلوان اسب برفکوچ است. اسب برفکوچ است آخر $50 اسب برفکوچ است. صلاح‌الدین محمدی گورا میتونه نمانی که صلاح‌الدین محمدی گورا تو آخر $50 هم است. اسب برفکوچ است صلاح‌الدین گوراس ولی کی میوانه این مردم که در آسانی بگیره. آخر است اعلان شد که یک آخر است. برکت الله پهلوان هم خود چسب کنده که $50 است. $50 برابر است. $10 از طرف حاجی نصری $10 از طرف حاجی ضعیف بای فیروز نصری $10 از طرف نجیب الله پهلوان $10 از طرف حاجی قاسم بای $10 از طرف خلیفه نعیم که شده $50 آخر دو سال سرگردان میان پهلوان و باز هم صلاح‌الدین محمدی هم برفکوچ اسکرخان آسیاباتی است. جلوایش میزنه این پهلوان قصدارا مثل آخر سریپولی آخر هم بگیریم میتونه نمونه که صلاح‌الدین گوره صلاح‌الدین محمدی گوره است. مسئولیت بی‌حساب است. پاس کردن بی‌حساب است. پاشیزین بی‌حساب است. میفهمی که جلوکش هم بی‌حساب است. این نمیتونه جلو بزن نرواری جلو بزن این نمیتونه شیرواری حرکت زور بازی خود بیاره. این نمیتونه برفکوچ است. دور بیت طرف چپ دور داده دیگه طرف چپ اما ماندن ولایش نیست دیگه پهلوانا $50 آخر از یک آخر است. اینجا ولسوالی فیروز نفچیر است. اینجا مردم میمون دوست است. اینجا جای انگور است. اینجا جای پهلوان است. اینجا جای مالکان اسب است. بازم صلاح‌الدین گوره یک چک صلاح‌الدین گوره محمدی پهلوان به سواری اسکرخان آسیاباتی آخر امروز ما را ازان خود که یک چک صلاح‌الدین پهلوان به سواری اسب برفکوچ اسکرخان آسیاباتی در حضور ولایت خان ازان خود کرده. تبریک باشد ولایت خان. آخر پنجم بود که صلاح‌الدین گوره $50 ازان خود کرده ولسوالی فیروز نفچی.